دوستای نازنین بازم خوش آمدین در ادامه برنامه دیگه. اینجا مریاباده که ما از مریاباد به خیر طرف تفتان حرکت نی دیگه شو بودک یالم دیگه در از اینجا روش شد از مسیر را که قدر شو بود تمام جای معلوم نمیشد دیگه گرفته نتونستم. اینجا موده یک مینه رسیده که اینجا چگه پست است، اینجا که موتورا رستلجین یک ست کلدار میگیره دیگه. از این بعد چه دیگه متکوهای خشک صحراهای خشک دیگه جای سرسبز نبوده که دیگه اینجا که موری پیش موری تونل درای مومیه. باز از داخل از این تونل دیگه اون دوستا داخل سم طرف تفتان موری دیگه داخل را خیلی هم قدمزی کاروان موری دوستا، کاروان زیارتی امام حسین است دیگه. اینجا یعنی موترهای که طرف استشته یا از کراچی به سمت کویته میه بازوار اونجا استک داد که تا موترهای ظاهرین تیر شده تا وابیتی نکی بوره دیگه. دمزوی هر قدم مثلا یک دانه بست پیش بود باز یک موتر پلیس یا اف سی یا آرخیل که خود گنج مگین در پشت موتر بود خیلی محکم میتر چارده بور در نظارت خود گرفته دن پلیس ها دوستا. هر قدم پیش ما رفتی موترهای پلیس اف سی بودن که اینجا دیگه موتر دکان های ریزه ریزه خانه های ریزه ریزه بود دیگه دوستا. اینجا دیگه خیلی تو دشت مشت قدر بوده دیگه. خاک ماک زیاد بوده دیگه، یعنی ریگ روان بوده دیگه. اینجی از تفتان بسم طرف دیگه در تفتان نرسید تبال دوره مقصد تمزور راستای تفتان رسیدی دیگه که در از اینجا در از قص مثلا که زود مرسیدی نرسیدی بخاطر که در هر چیک پست کسته پولیسو کسته همی چیزا را استه مکد باز اینجا مردم استش داد سعی مکد مو کاروان زیارتی را دیگه. یا مو نفرایی بودن که سوسن کار بارفتن یا دیگه دیگه دوستا این میتره قره ماری شما بیننده باشین که در کجا مرسی دیگه. راه خیلی طولانی بود، طولانی نبود مگر اینکه در هر چک پست کسته موترها رسته مکد بستا رسته مکدن بعد از یعنی موترهای کاروانی که زیارتی ما رفتیم اونقدر در شکار نداشتن بخاطر که ما اف سی یا پلیس قد خود از یا بودن دیگه یاره اینقدر از یا همراه بودن دیگه. 14 ور در نظاری خودون خود گرفته دن پلیس بخاطر که در اینجا دوستا چند بار همی کاروان چیز که هسته مورد حمله قرار گرفته دیگه. اینجا استاش دادی اول اجازه نمیداد دیگه. مقصد اینجا در یک سختی موتور را بست از مور استک داد بخاطر که تیلش خلاص شده اف سی اجازه نمیداد دیگه چون موتور خیلی زیاد بوده کاروان های دیگه هم بوده. در هر قدم باز یعنی موتور اول موتور تیر میشه یعنی موتور پلیس از پشت چماره بعد از دو دنه سه دنه بست پیشلو مورا باز یک دنه موتورای اف سی یا موتورای پلیس از پشت چمه دیگه. میتونه در حال رفته بودی عزیزا شما بیننده باشین که در کجا موری بخیره. از خانه که برشدی ما دیروز که ویدیو اشتدم خب از مشهد اشتدم باز یه ویدیو همیه که ما از خانه برشدی که داخل بادر خاک یا سر مرز ایران و پاکستان بودی باز اینجا اینجا کاروان رسیدی در تفتان در تفتان نرسید دیگه. اینجا کاروان ها استه شده بعد از دیگه اینجا استراحت همونچ که مردم استراحت مونه یا خواب مونه بیشتر دوستا که آمادین لطفا از خانه بلده نانمان بیری اینجا نانمان است نانمان چون قصروست نیه باز این مردم خو نان ویره اینجا سودا مونه اما نان چی صحی نیست دیگه. باز میتر در حال حرکت دوستا که بوری دیگه در از موری بخیر تفتان که تفتان برسی دیگه. راه خیلی طولانی بود بسته کوهای خشک صحراهای خشک دیگه کلن دیگه از دست بیاوی بارش کنیه دوستا
امیر رقم است دیگه. اینجا در هر نقطه اینج که مرز افغانستان، ایران، پاکستان دوستا، از اینجا خیلی پلیس ها دیگه نظارت داشتن چهاردور خوب، بخاطر که در اینجا چندین بار کاروانی امی زیارتی امام حسین که مورد حمله قرار گرفته دیگه. امیت رفته مورد دوستا شما سیکن تا آخر برنامه رو توخ کن. باز دیگه اینجا شاه بود که در تفتان رسیده دیگه. در تفتان رسیده که بادر رو پاس کنی، همین که از این سر مرز و سر مرز باری دیگه شاه و دوستا بلدی از دیگه نشد که ما بلدیش ویدیو گرفتم، البته روز مشخص نمیشه دیگه دوستا. دیگه این رای بود که تا حال دیدین دیگه، یعنی ما در تفتان رسیده، یعنی اینی هم دیگه سر مرزی ایران پاکستان دیگه. چون شاه بوده طریق بوده، 14 طریق بوده فهمیده نمیشد، اما از صبح یک کمک رایشی بلده شما ویدیو میگرم میلم دیگه. اینجا امو جای بود که سر مرز که بوده پلیسونی پاکستان، اینجا کلان 14 دوستا، اینجا دیگه 1000 قوم 600 دیگه. اینجا خانما در یک دور، مرتکو در یک دور. البته اینجا خیلی مشکلات های صحی زیاد وجود داره، چون بلده مردا کستم سرویس بهداشتی خو نبلده مرتکو بود، نبلده خاتونو بود دیگه. اینجا کمپل منپل، یعنی کمپ از او چیزا که میگرفتن، کمپل هایشی تا 100 کلدار دیگه، و کمپ منپشی که میگرفتن و 300 کلدار بوده دیگه. بعد از دوستا دیگه این میتر اینجا امتیز داشته سر مرز دیگه کلگی شش دادن، خاک دادن، چون راست امیر را که است خیلی دور بوده دیگه عزیزا. اینجا دیگه از هر قوم، بلوچ، سیند، آذره دیگه تمامی مردم است، سیندی هسته. اینی هم سر بادر است دوستا که ما سر مرز است که بلدشون گرفتم دیگه. این سر مرز اینجا دیگه چای سودا مونه دوستا دیگه، و دیگه تمام مخالفات هست اینجا دیگه. نازنینا از اینجا مورد طرف زیدان، این هم زیدانه دیگه. درخت های خورما بیننده باشین عزیزا دیگه. سیکن از مسیر راه. خود دوستا در قم رسیدیم دیگه بخیر. بعد از سفر طولانی دیگه بخیر در شهر قم رسیدیم دیگه. توال در خود قم است فعلا بست اینجا استمونه. باز مظاهرین رو موگه که برین مثلا در زیارت بیبی ماسمه، بعد از موم اینجا تاشدی یک لحظه سوزو کشتی، بازم دیگه داخلی خودی حرم شدی دوستا. اینی هم از امو صحنی 14 حرمی بیبی ماسمه دوستا، که تبال خودی حرم نزدیک نشده دیگه، امو داخل صحنی خودی حرمی بیبی ماسمه هستی لالی ممکن قیمه دیگه دوستا. بوری سعی کنید بینگیرونی که در کجا مرسی بخیره دیگه. میت قراره هسته که انشالله با امید خدا دیگه بارینای بسیار بیخین شما عزیزا هم باشی دوستا. بلده بیخین چون دوامونم، امیدوارم که بیخین چون جور باشین، صحتمند باشین. کسایی که مریض داره مریض خدا شفا بده، کسایی که گرفتاری داره گرفتاریایش را
خداوند با زودترین فرصت حل کنه. مسافرهایی که دور از خانه هستند، در راه هستند، در جاکارتا هستند، منتظر قبولی هستند. انشالله که تمام مشکلات جوانان به خیر به خوبی حل شده دوستا. ما هم دیگه دعاگوی شما هستی دوستا، باز محتاج دعا هم هستی عزیزای دل. شما هم در هر کجا هستین، در هر سرزمین، در هر مینی از دنیا هستین دوستا، مورم حتما در پشت هر نماز هر دعای خمو هم از یاد شم نوی دیگه. همی رفتره دیگه داخل خود حرم که بر دیگه خیلی هم یک جای با صفا، یک آرامیش، یک خلاصه هرچی تعریف کنی بازم کمه. بریم خواهر عزیزم، بریم. خواهر عزیزم یکی میلا بخور عزیز دلم، وقت پول بنا توش. بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان مع الصلوات. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا حسن بن علی، السلام علیک یا حسین بن علی، السلام علیک یا علی بن الحسین، السلام علیک یا محمد بن علی، السلام علیک یا جعفر بن محمد، السلام علیک یا موسی بن جعفر و رحمت الله وبرکاته. السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابوالحسن یا علی بن المصدق المرتضی و رحمت الله وبرکاته. السلام علیک یا محمد بن علی، السلام علیک یا علی بن محمد، السلام علیک یا حسن بن علی،
السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان. السلام علیک یا خلیفة الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر. یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه و رحمت الله و برکاته. نثار اموات فاتحه مع الصلوات. یک سلام یا علی، علی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم، علی که از تولدم تو کشوری بزرگ شدم که از سر مزرعه هاش اسم علی و برشاش میپیچه سمزر تنم دل میره میمون تناش میخوام که نوکرش باشم غلام دربارش باشم با علی با علی با علی تا آخرش باش بلند بگو یا حیدر علی 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 جان نسیم وسیع المصطفى امام الانسان علی 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 هله هله هیدر 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 همه جمعیت خودش بالا خودش بیاد بالا محضر حضرت بیا جان رسول علی هیدر 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 با یک شیر پاک خورده اید بگو به آوای جلیل لعنت به دشمنه لعنت به دشمنه علی هر کی خسته شده بیا علی بگی خستگی آتنش بده اینه بگاه برادر بیویژن حضرت معصومه همه با هم دیگه بگن یا علی انشاءالله تذکره نزف و کربلا و سامرا و کاظمین و مدینه رو بگیری بلند بگو یا علی هر حاجتی داره شب هم بابا و امیر المؤمنین حاجت روا بشه بلندتر بگو یا علی امیر المؤمنین فرج آقای غریب ما رو معجل بگردم شب اول قبر امیر المؤمنین به فریاد ما برسان هر کسی امشب اینجا اومده حاضر رواش بگردم از دو سما و بهره از این علی علی گفتنان رو اموال گذشتگان زبر حکومات همه حقدارا تولایی ها سینه زنها گریه کنها علی گوا از ساعه باید واصل بگردان این قدم ها رو به نجف مولا امیر المؤمنین برسان
5 مرتبه به نام کامی قمر منیر بنی هاشمی دستا رو بیارید بالا همه با هم. اللهم